بنا به اطلاع دریافتی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 6 آگوست سال 2022 پسری خرده‌اش سامان را خانه‌دار کرده است. خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان خبر داد که توی سامان امامعلی در دایره عائله پرزیدنت برپا شده است. بنا به اطلاع این نشریه احتمالاً همسر پسر دوم پرزیدنت تاجیکستان دختر یک افسر قشون‌های مرزبانی از ولایت ختلان است. منابع بامداد نیز این را تصدیق کردند و گفتند امامعلی رحمان این دختر را در زمان یکی از سفرهای کاریش به ولایت ختلان در بین دختران پیشوازگیرنده دیده برای پسر خرده‌اش خوش کرده است. بعد بازگشت از آن سفر امامعلی رحمان زوجه‌اش را به خانه آن دختر برای خواستگاری فرستاده است. سامان امامعلی 24 سال داشته دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. اسم او بار اول سال 2012 وقتی که همگی 14 سال داشت در لیسه ترکی تحصیل میکرد رسانه‌ای شد. آن وقت گزارش شده بود که برنامه کامپیوتری که سامان امامعلی و همسبقش اسرافیل اسماعیلوف ساخته بودند در یک المپیاد بین المللی در رومانیا سزاوار مدال طلایی شده است. این برنامه لغت به 4 زبان نام داشته به زبانهای تاجیکی، ترکی، انگلیسی و روسی بوده است. منابع زیاد خبر میدهند که امامعلی رحمان در این روزها نه فقط پسر خرده‌اش را زن داد بلکه دختری خرده‌اش فرزانه را نیز به شوهر میدهد. منابع بامداد میگویند پرزیدنت تاجیکستان این نوبت با دادستانی کل یوسف رحمان خدا می شود. سامانه اپوزیسیونی اسلام نیز با تکیه به منابعش خبر داد که داماد نو امامعلی رحمان سفر پسر دادستان کل تاجیکستان بنا به اطلاع این نشریه توی فرزانه و سفر قرار است روز 13 آگوست سال 2022 دایر شود. رحمان یوسف احمدزاده 22 مارس سال 1966 در نویه واسه به دنیا آمده. سال 1991 رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. او از سال 2015 در وظیفه دادستان کل تاجیکستان کار میکند. درباره پسر او سفر رحمان که چند سال دارد و در کجا تحصیل کرده است و در کجا کار میکند تا این ساعت یگان معلومات در دست نیست. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 9 فرزند، 7 دختر و 2 پسر دارد. بجز از سامان و فرزانه باقی فرزندان پرزیدنت همش کیها صاحب در و خانه خود شدند.